سحرگاه پنجشنبه 18 اسفند سال گذشته بود که مسعود دیانی پس از تحمل یک دوره سخت بیماری سرطان دار فانی را ودا گفت. خدای سبحان سخن به راستی فرمود که پایان کار آنان که بسیار کار زشت کردند این است که آیات الهی را دروغ میپندارند و آنها را مسخره میکنند. ماهنامه خیمه در پرونده‌ای که چندی بعد تدارک دید اینطور نوشت: اوج درد مسعود را میشد از لابلای جملات کوتاهش در نوشته‌های آخرش فهمید. مسعود 10 ماه درد کشید و به اندازه 1 عمر ما را با ارزش زندگی آشنا کرد. مسعود قلم را گذاشت و رفت. حجت الاسلام آقایی از اساتید مرحوم دیانی گفت او 41 سال عمر کرد، اما به نظر می رسد که اگر بخواهیم عمرش را تقسیم بندی کنیم 35 سال عمرش یک طرف، 5 سال بعدی یک طرف و 10 ماه آخرش هم یک طرف است. از 17 سالگی وارد طلبگی شد تا 35 سالگی که در فضای رسانه شناخته شد. فضای رسانه‌ای او هم 4-5 سال و از وقتی بود که برنامه شب روایت را شروع کرد تا به برنامه سوره رسید. در خدمت آراز بارسقیان هستیم، نویسنده، کارگردان و منتقد. آراز سلام، خوش آمدید به شب روایت. همه آنها یک طرف بود و از اردیبهشت ماه 1401 که معلوم شد مبتلا به بیماری است تا چندی پیش که از دنیا رفت یک طرف ماجرا بود. در همین چند ماه به اندازه همه عمرش حرف برای گفتن داشت. اگر انسان سعی کند در زندگیش مؤثر باشد طول عمر خیلی مهم نیست. گویا بیماری به زندگی مسعود دیانی کیفیت بخشید. بلا و ابتلای او زندگیش را بالاتر برد. اگر علاقه‌مند به خواندن مطالب بیشتر درباره مرحوم دیانی هستید می توانید شماره 153 ماهنامه خیمه را تبرک کنید.